در بیاد. سفید پوشان استقلال در مقابل گشمی پوشان ذوب‌آهن در چارچوب هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون جام خلیج همیشگی فارس مقابل یکدیگر. پدرام قاضی‌پور هم بالای هجومی ذوب‌آهن هستن تو سیستم 3-5. حرکت از سفید پوشان استقلال، رامین رضاییان، خود رامین به سمت دروازه، یه پاس برای جوئل کوجو، رامین رضاییان پاس دو نرسید بهش، اونجا رو صالح هردانی، خود هردانی ارسال دوباره نیک نفس، پاس عمقی برای صالح هردانی، پوشه بلند میزنه، ضربه سر قریشی میزنه بود. شوشتری واسه ارزی، فرصت برای ذوب‌آهن، توپی که دور میشه، کوجو ماشاریپوف چه پاسی میندازه برای رامین رضاییان. خود رامین شایان مصلح را در مقابلش داره، جا میمونه شایان، رامین رضاییان تک به تک، رامین رضاییان پاس کاتبک، فرصت خطرناک روی دروازه استقلال، کوتاه کار میکنه رامتین سلیمانزاده. آذرباد یه پاس نرم، قریشی یه ضربه سر و اونجا زبیر نیک نفسه که توپ رو قائد رحمتی، اندونگ هنوز داره مداوا صورت میگیره. قائد بود اینجا برخورد صورت گرفت، از این زاویه هم ببینید. جعفری واسه بلند بیرون میاد، حسینی با ضربه سر توپ رو رد میکنه. ایمان سلیمی زیرتاب میشه برای ماشاریپوف، صالح هردانی تو سر توپ میزنه، ماشاریپوف، خود ماشاریپوف دیدی یه حرکت موقعیت برای قائد رحمتی و ضربه ای که میزنه و توپ به کورنر ارسال میشه روی دروازه استقلال. یه ضربه سر موقعیت برای ذوب‌آهن و ضربه سر رو به هر شکلی که بود زد. اونجا سلیمانزاده توپ گیری میکنه، امید لطیفی چه پاسی چه حرکتی، موقعیت برای ذوب‌آهن. انتقام اون بازی رو بگیرن، اما تا اینجای کار بازی فشرده و نفسگیری رو شاهد بودیم. موقعیت های سیلوا، جوئل کوجو، رامین رضاییان، توپگیری از به بیرون، دوباره استقلالیا توپ رو پس میگیرن واسه رو به جلو، تند و تیز هردانی و پدرام قاضی‌پور کورس میبندن. پرتاب از قریشی، آذرباد به توپ میرسه، خود محسن ارسال خیلی خوب، یه ضربه سر از اندونگ، سلیمی، حسینی بعد کرد ماشاریپوف، دوباره هردانی، یه ارسال بلند و رد میکنه صالح هردانی رو. پدرام قاضی‌پور سمت راست، چه فضا میتونه باشه. یه حرکت از استقلالیا، یه پاس رو به عقب و اونجا پارسا جلالی، یه پاس رو به جلو و دوباره پارسا جعفریه که خروج قبل. حسن شوشتری، فرصت برای ذوبی‌ها، پدرام قاضی‌پور با پای راست سر دور میکنه، روز میکنه، خود شایان جا میذاره، یکی دو تا بازی کنه سیلوا و این هم سوت پایان نیمه اول با تساوی بدون گل در ورزشگاه نصف و نیمه استقلال. یکی دو موقعیت نصف و نیمه هم ذوب‌آهن. تساوی کوتاه برای رامین رضاییان، ارسال توپ، یه ضربه سر، چاپرادزه توپ رو دور، یه حرکت از آذرباد، پاس میندازه امید لطیفی بازیکن گریزپای ذوب‌آهن، خود لطیفی به توپ میرسه، یه پاس برای چاپرادزه، ارسال توپ، فرصت برای ذوب‌آهن و گل! ذوب‌آهن خیلی راحت استقلال دروازش باز شد، خوب برای ذوب‌آهن که جسم علیاری به توپ میرسه، ایمان سلیمی تکل میزنه و خطا. آذرباد ارسال بلند روی دروازه، حسینی بیرون میاد و اون شلوغی
بازیکن ذخیره استقلال، یه پرتاب بلند از هردانی، توپ سرگردان پشت، یه پرتاب بلند، یه ضربه سر، کجو برمیگرده، کجو ضربش رو میزنه، یه ارسال روی زمین، سال بلند رامین رضاییان روی دروازه. مشتری سمت چپ، موقع برای قاضیپور، یه ارسال، فرصت برای ذوباهن با بیرون پا، یه پاس عالی موقع برای رامین رضاییان با پای چپ، ارسالی که انجام میده برای آزادی، ضربه میرسه خود امید لطیفی، یه شلیک از امید، خود ابوالفضل، ارسال بلند روی دروازه، ضربه سر زدن مدافع صالح هردانی، ماشاریپوف، یه ارسال رو به جلو، فرصت برای استقلال. حسن شوشتری اون سمت، آذرباد و علیاری هستن، نگه میداره شوشتری برای محسن آذرباد، آفساید نیست، فرصت برای گل دوم ذوباهن. آذرباد خود ماشاریپوف برای کوشکی، خود کوشکی در راه رفتن اونجا، ببینید چاپرادزه، خود لطیفی، یه پاس ارضی مهران احمدی، خود احمدی شلیکی که ببینید اینجا ضربه سر زد مسله، توپ روی هوا سرگردان، هی داره میگه منم، اما علیرضا کوشکی میاره تو عرض، علیرضا کوشکی، ماشاریپوف، ارسال ما حسینی، سیلوا، ارزی، احمدی، مهران احمدی، حرکت عالی برای رامین رضاییان، یه ارسال از صالح هردانی، ضربه سر از محمدی، موقع برای ذوباهن، چاپرادزه، یه کوتاه کار میکنن، چاپرادزه واسه دورم میگیره، چاپرادزه تو سر تو، فرصت هست، یه ارسال قاضیپور، یه ارسال مشت میکنه آمین، دوباره بازیکنای ذوباهن، حرکت از پدرام قاضیپور، پشت محوطه جدید سیلوا، سمت راست توپ میخواد، مهران احمدی صاحب توپ میشه، مهران احمدی در موقع شوت زنی میبره سمت چپ، سیلوا چرا توپ میزنه، کوشکی نگه میداره، ارسال بلند توپ، خود مهران، یه ارسال و گل برای استقلال، سکوهای آبی، رامین رضاییان هم اینجور توپا میکوبه وسط، با پای چپ ارسال کرد و رامین رضاییان گل زد. بله گل هم اعلام میشه، بازی آغاز میشه. مهران احمدی، خود مهران احمدی، جلالی حرکت میکنه، جلالی اجازه ارسال رو آغاز بشه، آزادی، کوشکی موقع برای استقلال، تو می دوم، چاپرادزه، یه ارسال، موقعیت برای ذوباهن، حسینی دروازه رو نجات میده اما آفساید اعلام میشه، جا بذاره، سیلوا توپش رو گرفت، کوشکی، توپ مهران احمدی، ماشاریپوف، یه ارسال و پارسا، کوشکی نگاه میکنه، ارسال میکنه روی دروازه، مهران احمدی، جلالی، ماشاریپوف، یه پاس عالی برای کوشکی، علیرضا کوشکی خطرناک داره کار میکنه تو این دقایق.